سلام علیکم بینندگان عزیز. یه دقیقه استاد نرفته زد. رفته سلام علیکم بینندگان عزیز. امروز 17 دکتر سال 2025 گروه 25 نفره ادیبان و طبیبان من در شهر همدان دره آبشاران امشب قریب تمام شب برف زد. تخمینا 30 سانتیمتر برف است. از گروه ما سفری زیارت قبر ابوعلی سینا میکنند. بعد از آن کنفرانسی بین المللی در انستیتوت طبی با 200 نفر طبیبان ایران برگزار میگردد. گاهی روز ممکن ما سفری یعنی که تهران کنیم. مشهد استاد. نه سفری تهران مشهد نمیگم. مشهد آخرین وقتی گوشه. مقصد ممکن بعضی ها فکر میکنن کنفرانس فقط در تالار 6 تا گپ میزنیم میخیزی میریم. این کنفرانس غیر عادی هست. البته همه آدما هر صحبتی که در داخل بناها در داخل اتوبوس همین گفت و شنید مبادله بین طبیبان هست. این کنفرانس علمی عملی در عمل چه دیدی؟ مثلا من بحر خلیج فارس دیدم بودن، راه با صحبت کردن، حیات زیر آب دیدن چی هست چی نیست، در راه های هوایی گشته گرد اطراف دیدن. من اینجا شهر همدان دیروز رفتیم با غار علی صدر که خدا بخیلی جا آفریدگی زیر زمین چی معجزه های هست. همین درس های هست که آدم ها دیدن عملی شد و من باوری دارم که در آینده این اتفاق بین المللی نویسندگان در تمام کشورهای دنیا بخش خود را تشکیل میکند و نماینده آدمای ما همین کارهای در آنجا انجام میدهند.